في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت في كتاب الله قلبي صار حي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در یکی دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم تا مثالی دیگر از مثال‌های کلام الله متعال رو به همراه شما خوبان و سروران با هم ورق بزنیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های زیادی زد. یکی از این مثال‌ها درباره حقیقت دنیاست و زندگی دنیا. همه ما در این دنیا زندگی می‌کنیم. یک روزی به دنیا آمدیم، الان هم چند سالی از زندگی ما گذشته و یک روزی از این دنیا خواهیم رفت. در این که یک روزی از این دنیا میریم هیچ کسی دچار تردید و شک نیست. اما عجیب اینه که با وجود این که ما همه درباره رفتن از این دنیا اتفاق نظر داریم بلا استثناء همه انسان ها، اما درباره حقیقت دنیا هنوز معنا و مفهوم واقعی دنیا رو درک نکردیم. هنوز نمیدانیم خیلی از ماها، خیلی از انسان ها، بلکه اکثریت انسان ها نمیدونن از کجا آمده اند، آمدنش بهر چه بود، به کجا می روند آخر. این سوال هایی است که هر انسانی در زندگی باید برای خودش مطرح بکنه که زندگی دنیا چیست، حقیقت این دنیا چیه. و از اونجایی که ما انسان ها در زندگی همه فرصت نمی کنیم که کل مراحل زندگی رو طی بکنیم، از نوجوانی، قبل از اون طفولیت، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی. خیلی ها در دوره‌های اول از دنیا میرن، در نوجوانی یا در جوانی. الله متعال برای ما حقیقت دنیا از ابتدا تا انتها رو بیان میکنه. در یک آیه بسیار زیبا و جامع با یک مثال بسیار زیبا و جامع در سوره مبارکه یونس آیه 24. الله متعال حقیقت زندگی دنیا رو برای ما به تصویر میکشه در قالب یک مثال بسیار ساده که دور برمون میبینیم تا بهتر درک بکنیم این معنا و مفهوم رو، تا بهتر بفهمیم حقیقت دنیا رو، تا دل نبندیم به دنیا و نعمتاش، تا اینکه بدونیم در این دنیا چی کار باید بکنیم، وظیفه ما چی. الله متعال در آیه 24 سوره مبارکه یونس مثال میزنه برای ما زندگی دنیا رو، تشبیه میکنه زندگی دنیا رو با آنچه که دور بر میبینیم و اون مسئله دومی که با او درگیریم رو بهتر درک کردیم تا معنی اول که حقیقت دنیاست هم برای ما خوب درک بشه. الله متعال میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء. همون مثال زندگی این دنیا، انما شک در این نیست،
یقینا مثال زندگی دنیا، حیات دنیا، کما این مثل آبه. زندگی دنیا، حیات دنیا مثل آبه. الله متعال زندگی دنیا رو تشبیه میکنه به آب. در آیه 14 سوره مبارکه آل عمران الله متعال حیات دنیا رو برای ما توصیف میکنه که چی هست؟ زین للناس حب الشهوات، برای انسان ها زینت داده شده شهوت نسبت به زن، مرد به زن، زن به مرد. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، و همینطور نسبت به فرزنددار شدن، والقناطیر المقنطره، ثروت های هنگفت، من الذهب والفضه، از طلا و نقره، والخیل المسومه، و سواری های آنچنانی، والانعام والحرث، کشت و مال دنیا. ذلك متاع الحیاة الدنیا، این متاع حیات دنیا است. اینها برای انسان زینت داده شده، اینها معنی زندگی دنیا است. ما وقتی که از دنیا صحبت میکنیم، متاع دنیا این هست، زندگی دنیا این چیز هست. هر کسی تلاش میکنه، هر کسی به دنبال این هست، زن و شوهر و فرزند و ثروت و سواری آنچنانی و خونه آنچنانی و همه این موارد. ذلك متاع الحیاة الدنیا، متاع حیات دنیا است. در این آیه 24 سوره مبارکه یونس الله متعال میفرماید انما مثل الحیاة الدنیا، حکایت همه اینهایی که شما دوست دارید، تمام این نعمت‌هایی که دور بر هست، تمام چیزهایی که انسان‌ها به دنبالش تلاش میکنن برای به دست آوردنش خودشون و عمرشون رو فدا میکنن، کما این، انما مثل الحیاة الدنیا کما این، مثل آبی که از آسمان میرسه. کما این انزلناه من السماء، آبی که از آسمان الله متعال اون رو من میفرماید، من الله با عظمت رو نازل میکنم، میفرستم، میریزم پایین. مثال دنیا تشبیه شده به آب، حیات دنیا، زندگی دنیا، متاع دنیا. چرا؟ از حکمت ها میتونه این باشه که آب برای زندگی لازمی است. انسان برای زنده موندن نیاز به آب داره، اما همین آب اگر زیاد شد، همین آب رو اگر انسان ندونست که چطور استفاده بکنه، سبب هلاکت انسان هم میشه. کسی بره خودشو بندازه در دریا، غرق میشه. بندازه خودشو به رودخانه، ندونه که چطور شنا بکنه، غرق میشه. آب یک جا ثابت نمیمونه، همیشه در حال حرکت و اگر بمونه خراب میشه، میگند. و زندگی دنیا این گونه است، مال دنیا این گونه است، هیچ وقت نمیمونه پیش انسان و غالبا از دست انسان میره. انسان اگر داخل آب شد امکان نداره که خیس نشه و متاثر نشه از آب. کسی هم که با دنیا درگیره امکان نداره که متاثر نشه از دنیا. انما مثل الحیاة الدنیا کما این انزلناه من السماء، زندگی دنیا مثل آبی است که الله متعال نازل میکنه از آسمان. فاختلط به نبات الارض، آب میریزه. الان الله متعال میخواد برای ما حقیقت دنیا رو معرفی کنه. آبی از آسمان میریزه، حرکت میکنه. فاختلط به نبات الارض، گیاهان روی زمین، آب در اینها داخل میشه، فاختلط به نفوذ میکنه. فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، از اون چیزی که گیاهانی که انسان ها میخورن. یک سری مواردی هست که انسان ها از اون استفاده میکنن در طبیعت کشتزار. والانعام، یک سری مواردی هست حیوانات میخورن، انسان نمیخوره، حیوانات میخورن. آب میاد میریزه، رشد میکنه و یک انسان هایی استفاده میکنن، حیوانات هم استفاده میکنن. مال دنیا اینطوریه. مال دنیا رو الله متعال به بندگان میده و
بندگان، یک سری از این بندگان به مانند انسان‌هایی که از گیاهان استفاده می‌کردن، از این مال در راه درستش استفاده می‌کنن و یک عده دیگری اونها کلای متعال میفهمد به مانند چهارپایانن، اونها هم استفاده می‌کنن. برای مؤمن هست، برای کافر هم هست مال دنیا، همونطوری که نعمت‌های دنیا برای انسان هست، برای حیوان هم هست. و البته الله متعال کفار وقتی که بیان میکنن برای ما در سوره محمد علیه السلام بفرماید والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کافران لذت میبرن از زندگی و مینوشند و میخورند به مانند حیوانات. دنیا این گونه است. همونطور که اون کشت برای انسان هاست و برای حیوانات، مال دنیا هم برای مسلمان هاست و برای کفار. مما یأکل الناس والانعام حتی توم لهذیک اذا اخذت الارض زخرفها، مال دنیا، آب باران وقتی که میباره، خب زمین سرسبز میشه، گل میاد، بوته میاد، درخت میاد. اخذت الارض زخرفها و زینت، زمین آرایش پیدا میکنه و زینت میشه با این آبی که اومد. و ظن اهلها، و صاحب این زمین گمان میکنه که انهم، صاحبان زمین، صاحبان این کشت، صاحبان این باغ، این مزرعه سرسبز و پر از نعمت، فکر میکنن که انهم قادرون علیها، فکر میکنن که دیگه هیچ کسی نمیتونه این رو از ما پس بگیره. همیشه هست دیگه. کشاورز وارد میشه تو زمینش، نگاه میکنه، فکر میکنه که همیشه هست. اتاها امرونه، یک دفعه تقدیر الله متعال میاد. اتاها امرونه لیلا او نهارا، شب یا روز. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، این کشاورز، این باغدار، باغش پر از نعمت، زینت پیدا کرده، چشم نواز شده، همه میوه ها، گل ها همه هست، فکر میکنه که میمونه براش. به یک باره عذاب الله متعال میاد، گرفت الله متعال میاد، طوفان میاد، تگرگ میباره، آتشی میاد، صاعقه‌ای میخوره، باران شدید میاد، میکن از بیخ، سرمای شدید میاد. فجعلناها حصیدا، الله متعال میفهمد این رو من همه اینها رو خس و خاشاک درست میکنم. کأن لم تغن بالامس، انگار که دیروز اصلا هیچ آبادانی اینجا نبوده. کأن لم تغن بالامس، این حکایت دنیاست. آب میباره، زمین کشت میشه، رشد میکنه، سرسبز میشه، انسانها و حیوانات ازش استفاده میکنن، زینت داره، لذت داره، زیبایی داره، صاحبش فکر میکنه همیشه میمونه. به یک باره عذاب میاد، گرفت الله تعالی تقدیرش میاد، همه چیز رو میبره، انگار که دیروز اصلا هیچ چیزی نبود. انسان در زندگی این گونه است. اول دوره زندگی وقتی که بچه به دنیا میاد، رشد میکنه، پدر مادرش خوشحالن، سرسبز شده، مثل بوته هایی که در یک گلستانی رشد میکنن. از اون طرف نعمت میاد، از این طرف فرصت میاد، از اون طرف تجارت میاد، از اون متاع حیات دنیا از همه طرف میاد. انسان در ناز و نعمت، فرزند داره، همسر داره، زندگی داره، وسیله سواری داره، خونه داره. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، و گمان میکنه که همش برش میمونه، دوست آشنا هستن، خانواده هستن. اتاها امرونه لیلا او نهارا، یک لحظه به یک دفعه میبینیم که تصادف شد، یک نفر میمونه از خانواده که 7 نفرن، جلوی چشمش همه میمیرن. تاجر تجارت داشته، میلیون ها دلار، به یک شب اتفاق میفته. بازاری داشته، میلیون ها دلار آتیش میگیره. کشت داشته، آتیش میگیره، کشتیش غرق میشه. تق و توق میخوره در دنیا، بازارهای اقتصادی به هم میخوره، برشکست میشه. کارخونه آتیش گرفت، ثروت رو دزد برد. به یک باره
همسر فوت میکن، فرزند فوت میکن، دوست و آشنا جدا میشن، تهمتی بهش میزنن، میبرنش زندان، میفته یک گوشه. این زندگی دنیاست. به یک باره همه چی عوض میشه و نشده. آیا ما ندیدیم در زندگیمون از این موارد؟ این زندگی دنیاست. کسایی که دل میبندن بهش، کسایی که فکر میکنن دنیا میمونه براشون، عزیزان، دوستان، آشنایان، مال و ثروت، سلامتی، در اوج زیبایی و سلامتی و تندرستی، یک بیماری، یک اتفاق که اصلا هیچ پیش بینی نمیشد، نصف بدن انسان از کار میندازه، انسان زمینگیر میشه، خانه نشین میشه. این حکایت دنیاست. انما مثل الحیات الدنیا، این زندگی دنیاست. در آیه 45 و 46 سوره مبارکه کهف الله متعال مختصرتر در 3 جمله خلاصه میکنه زندگی دنیا. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، به اینها مثال بزن زندگی دنیا رو. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، بر اونها مثال بزن زندگی دنیا رو. کما ان انزلناه من السماء، آبی از آسمون میریزه، فاختلط به نبات الارض، یک گیاهانی باش سرسبز میشن، رشد میکنن، فاصبح هشیما تذروح الریاح، بعدش که سرسبز شد خشک میشه، علفی میشه، یک خس و خاشاکی میشه، باد میبرتش. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، الله متعال بر هر چیزی قادر است. الله متعال در آیه 45 سوره کهف زندگی دنیا رو برای ما تشبیه میکنه، مثال میزنه به آبی که از زمین ریخته، چند تا علف و گیاه و درخت سرسبز شدن، خشک میشن، میفتن، باد میکنه، همه رو میبرن. در 3 جمله خلاصه کرد الله متعال فیلم زندگی انسان رو. کل فیلم زندگی انسان در 3 جمله خلاصه شد در آیه 45 سوره کهف. کما ان انزلناه من السماء، اولش آبی از آسمان ریخت، فاختلط به نبات الارض، یک عده سرسبزی ایجاد شد، تراوت ایجاد شد، بعدش فاصبح هشیما، خشک شد، افتاد، باد آورد بردش. تذروح الریاح، این فیلم زندگی انسان. 3 تا صحنه داره. انسان به دنیا میاد، رشد میکنه، جوان میشه، بعدش اولش که پدر و مادر تلاش میکنن تا یک فضای درست بکنن، انسان رشد میکنه، پیر میشه، میفته، میمیره. الله متعال در 3 جمله خلاصه میکنه کل دنیا همینه، یعنی 3 جمله است. اصلا فرصت نمیکنید شما بفهمید که چطور گذشت. انسان به زندگی گذشته که نگاه میکنه میبینه در چند لحظه گذشت و رفت. در ادامه میفرماید بعد از این 3 جمله در سوره کهف آیه 45 المال و البنون زینت الحیات الدنیا، در این 3 جمله خدا به شما مال میده، فرزند هم میده. اینها زینت دنیاست. زینت دنیاست. زینت یعنی این که زینت اون اساسیات نیست، چیزایی که زینت هست، وسایل تزیینی خونه به این معنا نیست که این اصل خونه است. این اصل خونه نیست. زینت میتونه باشه، میتونه نباشه. مال و فرزند زینت دنیاست. اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا، آنچه که برای شما باقی میمونه باقیات صالحات شماست. این برای شما خیلی بهتره. به این دل ببندید. خیر املا، عمل یعنی آرزو. اگر میخواید دل ببندید به این مال دنیا دل نبندید. نه به همسرت دل ببند، نه به پدر مادرت دل ببند، نه به خواهر و برادرت دل ببند، نه به دختر و پسرت دل ببند، نه به دوست و آشنات دل ببند، نه به جمال و کمال و مال دل ببند، نه به ثروت دل ببند، نه به سلامتی دل ببند، که اینها همه حکایت همین آب بارانی است که میریزه، گیاهی رشد میکنه، سرسبز میشه، خوش میشن، باد میاد همه رو میکنه و میره. باد نکنه خودشون از بین میرن. این دنیاست. به هیچ کدوم از اینها دل نبند. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عقبا و خیر املا. اینها اون چه که برات میمونه، کارهای نیک توه، اون چه که برات دل بستن به اون خوب عبادت توه. تو این دنیا مال دنیا که میاد و میره، اما عبادتات میمونه، اما نام نیکت میمونه،
اما ثروت هایی که در راه دین خرج کردی برات میمونه. اونجا که صرف کردی در راه الله متعال اونها برات میمونه. این یک وعده یقینی است. اونجا سرمایه گذاری کن. در آیه 24 سوره مبارکه یونس که آغاز صحبت ما بود که الله متعال مثال زد زندگی دنیا رو به این آب و در پایان فرمود کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این گونه من الله با عظمت به تفصیل بیان میکنم آیات رو برای کسایی که فکر میکنن. اینجا دنیا رو برای ما تشبیه کرد به یک مزرعه‌ای که بارون میباره سرسبز میشه و بعد خلاصه خشک میشه و بعد میره و انگار نه انگار. طبیعت مزرعه این دوریه. وقتی که محصولی میکارن بعد از اینکه برداشت میشه بعدش شما یک ماه بعد بیاید اصلا نمیدونید که اینجا چی کاشته شده. ما اینطوریم. فردا خورشید طلوع خواهد کرد چه من و تو باشیم چه نباشیم. میلیون ها نفر قبل از من و تو رفتن. اسمی هم از اونها نیست. کسی اصلا خبر نداره کی بودن. خیلی زیباتر و خوشگلتر از من و تو، ثروتمندتر از من و تو، عاقلتر و زیرکتر از من و تو، قویتر و قدرتمندتر از من و تو رفتن. ما هم میریم که علم تغنا بالامس، انگار که هیچ چیزی نبود. آخرش الله متعال در آیه بعد میفرماید که والله یدعو الی دار السلام. این که مال دنیای شماست، همینه، حقیقتش اینه. میخواید قبول بکنید میخواید قبول نکنید، این حقیقت دنیاست. اینم مثالش. این مثالی که روز شما میبینید حقیقت زندگی خودتون هم همینه. این گیاهان و درختان و باغ‌ها، زندگی شما هم یک فرصت فقط. الان الله متعال والله یدعو الی دار السلام، الله متعال شما رو به دارالسلام دعوت میکنه. دارالسلام اون خانه‌ای که در اون فضا و مکانی که سلامتی است، امنیت، آرامشه، نمیترسی کسی رو از دست بدی، دیگه تهدید نمیشی با مریضی، با بیماری، دیگه لذت در اوج لذت نگران این نیستی که این فرصت در دست من میره، کارمو میگیرن، کارخونه نسوزه، آتیش نگیره، غربت دیگه برات معنایی نداره، دیگه غم و غصه برات معنایی نداره، دیگه مریضی به سراغت نمیاد، دیگه نعمت‌ها از پیشت نمیره، دیگه اونجا ضعف و ناتوانی نیست، اونجا همش لذت و لذته. دارالسلام چه اسم قشنگه، نام بهشته. دارالسلام یعنی بهشت، یعنی جنت. والله یدعو الی دار السلام. الله متعال شما رو دعوت میکنه به دارالسلام. اونجا یادتون باشه اینجا که یک گذرگاه است، این یک مسیره، این یک فرصته. شما اینجا یک مزرعه است که کشت بکنی برای آخرتت. مواظب باش فریبت نده دنیا. مواظب باش در این دنیا دل خوش نکنی به چیزهایی که برات نمیمونه. در قبرت به والله در قبر نه پدر با ماست، نه مادر با ماست، نه همسر با ماست، نه خواهر برادر با ماست، نه ثروت با ماست، نه پول با ماست، نه قدرت با ماست، نه مدارک با ماست، هیچی با ما نیست. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر امل. اون چه که میمونه باقیات صالحات، اونه که باید بهش دل خوش کرد، اونه که باید بهش بها داد. عبادت، بندگی الله متعال، و اینه که ما رو میرسونه به دارالسلام. والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و هدایت میکنه هر کسی رو که بخواد به راه مستقیم. همونی که در هر رکعت نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، راهی که پایینش میشه بهشت. اون راه راست چیه؟ راه بندگی الله متعال، راه عبادت الله متعال. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میشیم. فراموش نکنیم که فیلم زندگی ما یک روزی تمام میشه. بعد این فیلم رو یک روز دیگری در قیامت به نمایش خواهند گذاشت و حکایت حیات دنیا و مال دنیا به مانند این حکایتی است که بارونی میباره، یک منطقه سرسبز میشه و چند روزی نعمتی هست و بعدش خشک میشه و باد میاد همه چیز رو جمع میکنه و میره. فقط نام خوش و نیک است که باقی میماند. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از الله متعال تقاضا مندیم که ما رو در مال دنیا شیفته و شیدای مال دنیا نکنه و حقیقت دنیا هیچ وقت فراموش نکنیم و ما رو به دارالسلام برسونه و هدایت بکنه به صراط مستقیم. آمین. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارشون. La 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 la.
كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار في كتاب الله قلبي صار حي.